والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دوستای عزیز، در ارتباط با عقیده توحید که ما و شما از کتاب فتح المجید انواع و اقسام توحید بیان کردیم که یک بخش مهمشی بود که مؤمن در عقیده توحید از طاغوت اجتناب کنه. او را بیان کردیم، طاغوت تعریف کردیم در لغت، در اصطلاح و انواع و اقسام طاغوت ها و تشریعات بسیار مناسب و اگر که مختصر بود بیان کردیم. حال در ارتباط با توحید در عبادت که بسیار مهم است که مؤمن، مسلمان، کسی که دعوی ایمان و اسلام میکند باید در عقیدهش، باورش امی باشد که غیر از الله هیچ کسی حقدار عبادت و بندگی نیست و هیچ کس مستحق از این نیست که از قانون و دستور و نظامش و فرمانش اطاعت شود. آیت دیگه که در سورة اسراء آیت 23 تا 24 است، ای را در کتاب تا آوردگی است، کتاب فتح المجید. الله متعال می فرماید که یک ترجمه تحت لفظی میکنیم، با در تشریحش میریم. و قضا ربک، قضا فیصله کرده، حکم قاطع صادر کرده. ربک، رب تو ای پیامبر، الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، که عبادت نکنین، بندگی نکنین مگر فقط یک ذاته که الله است. اطاعت از هیچ قانون نظام نکنین بغیر از قانون و نظام الله. و بالوالدین احسانا، بعد از اینکه الله را عبادت کردین، از نظامش اطاعت کردین در مخلوقات، در بنده های الله، بالوالدین، به پدر و مادرتان که شما را الله از او پیدا کردگی است، احسانا، احسان بکنین، نیکی بکنین، خدمت انجام بتین. اما یبلغن عندک الکبر، به شرطی اگر برسد به حضور تو، به نزد تو، الکبر در بزرگسالی، سنشان کلان شد، احدهما، یکی از این پدر و مادر، او کلاهما، یا اردویشان، یعنی ری سفید شدن، سفید شدن، سرسفید شدن، در حضور تو هستن، فلا تقل لهما اف. دی وقتی بسیار به خدمت نیاز دار. الله میگه نگوین از برای می پدر و مادرتان اف. کلمه اف یعنی کلمه ضرر، کلمه بد، سخن حرف بد، کدام گپ بد برش نگویی خفه شود. ولا تنهرهما، و اینا را از خود دور نکنین، یعنی کدام عمل بدم انجام نتین. و قل لهما قولا کریما، بگوین از برای پدر و مادرتان سخن بسیار زیبا، نرم، ملایم، با ادب. و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، پایین بکو ای مخاطب مومن از برای پدر و مادرتان جناح الذل، بالهای عاجزی و فروتنی را، من الرحمت، از مهربانی، یعنی پیشرویش عاجز باش، مهربان باش. و قل رب ارحمهما، و باز بگو در دعای دعا بکو برشان که ای رب ارحمهما، رحم کو به بالای پدر و مادر. پدر و مادر ما یا الله رحم کو کما ربیانی صغیرا، مثل که اینا مرا تربیه کردن در طفلی، وقتی که کوچک بودم، طفل بودم، در او وقت تربیه مرا کردن. امی قسمی الله سر از اینا رحم کو. سعی کنین دوستا، دین اسلام چقدر دین زیباست و دین حق است و یک قانون و نظامی داره که واقعا رنگ رنگ وجود انسانی را میپذیرد. در تفصیل از آیت دوستا درسا را درست بشنوین، بار بار تا بشنوین، توجه بکنین. یک فریضه است، کل شایدهای قرآن است، فهم قرآن، علم قرآن خو یک فریضه است. بل از این وقت بتین، وقتتان ضایع نکنین، خود را مصروف دیگه چیزا نسازین، درس بسیار عمیق گوش کنین. حالا سعی کنین در تشریح می قولی تعالی و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا، چی می فرماید الله متعال در تشریح از این قضا؟ چی معنا؟ معنای قضا را اول تعریف میکند، معنا تفسیر میکنه از قول مجاهد بیان کردیم که شاگرد عبدالله ابن عباس است. بعد از او
از ابی بن کعب و ابن مسعود و غیره. و قضا ربک معنیش چیست؟ یعنی وصا، قضا یعنی وصا، وصیت کرد رب تو ای پیامبر، معبود تو، خالق تو و جهان. وصیت چی را میگه؟ امو حکم قاطع را میگه که او تغییر نخوره. مثل کسی که در حالت مرگ می باشه گپای خود میگه او دیگه تغییر ناپذیره، بعد از گپ زده نمیتونه. یعنی حکم قاطع کرده، یعنی حکم هیچ منسوخ نمیشه. و کذا که الله تعبدو الا ایا، که بغیر از الله هیچ کسی را عبادت و اطاعت نکنین. و بالوالدین دیگه حکم قاطع کرده ربتان که با پدر مادرتان احسان کنین. و کذا قرأ ابی بن کعب و ابن مسعود و مقسم میگه ابی بن کعب و ابن مسعود و غیره. ای قرائت یعنی بعضی قضای جا ورده، بعضی هم وصا، یعنی وصا ربک، ای تو قرائت کرده گیستن به دوم قرائت. ولی ابن جریر عن ابن عباس و قضا ربک یعنی امر. ابن جریر طبری که یکی از مفسرین بسیار در تفسیر قرآن بر روایت و نقل بسیار مشهور است، ای از عبدالله ابن عباس نقل میکند ابن جریر که و قضا ربک یعنی امر کرده ایست رب تو که عبادت هیچ کسی را بغیر از الله نکنید. خب ابی ابن کعب یک کمی شرح حال زندگیش مختصر میگیم چون که بعض دیگرها را بیان کرده بودیم. یک صحابی است، یعنی پیامبر دیده ایمان آورده، جلیل القدر. ابی ابن کعب اقرا الصحابه، یعنی قاری ترین صحابایی، بسیار قرآن میفهمید، حفظم داشت و بسیار از جمله مفسرین کلان قرآن بود. خب در وقت قاری قرآن کلش قرآن میفهمیدن، حال قاریات فقط لفظ میخوانند. ابی ابن کعب اقرا الصحابه کتاب الله، فهمیده ترین صحابه برای کتاب الله بود. توفی بالمدینه، در مدینه وفات کرد در سال 22 هجری. بعضی مبتدیین میگه برای یک جای جور کردن در دمشق در نزدیکی باب شرقی و دوجه نشته کردن که قبر صحابی جلیل ابی ابن کعب است. حافظ ابن حجر در اصحابه ردش کرده که او در اوجه نه، بلکه خو در مدینه وفات کرده و در امو بقی قبرستان مدینه دفن شده است. خب و عبدالله ابن مسعود هم گفتیم که ایرام یکم معرفی میکنیم که این قرائت کردگی است که قضا یعنی وصا، وصیت کردگی است. عبدالله ابن مسعود الحزلی صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله هم صحبت پیامبر صلی الله علیه و آله بود، بسیار با پیامبر نزدیک بود. هاجر الحبشه، به حبشه هجرت کرد وقتی که سر مسلمان ها مشکلات بود. از مکه به حبشه کشور افریقایی است، حال ایتوپیا میگه، اونجا به حکم پیامبر رفتن و از زمان که سر یک مسلمان مشکلات سخت باشه، جانش در خطر باشه و دعوت نتانه، میتونه که در یک سرزمین کافر دیگه بره که در اونجا قانون الله و عدالت باشه، آزادی عبادت و اطاعت باشه. و شهید بدری در جنگ بدر و المشاهد، در تمام جنگ ها شرکت کرده، مجاهد هم بود، محدث هم بود، مفسر قرآن بود. مات سنه 32 هجری در مدینه در سال 32 هجرت وفات کرده است عبدالله ابن مسعود، یا میگن قضا به معنی وصا. خب و قول تعالی، قول الله متعال لا تعبدوا الا ایاه، چه معنیش است که ان تعبدوه وحده، الله را عبادت کنین به تنهایی. هر وقت عبادت گفتم دو چیز در ذهنتان همیشه بیاد، یکی عبادت به معنی عبادت‌های خاص است که رکوع، سجده، نماز، عبادت‌های قلبی. یکی عبادت به معنی اطاعت از دستور الله، یعنی عبادت الله را بکنیم و اطاعتش بکنیم وحده به تنهایی. دیگه کسی یعنی فرمانش خواستش مخالف فرمان الله باشه اطاعت نکنید، دیگه هیچ کسی را عبادت نکنید، معبود اله نشمارید دون ما سوا، بغیر از ما سوایش، یعنی تنها الله را عبادت کنید دون ما سوا و نه غیر ما، بغیر از الله ما سوایش، بغیر از الله هیچ کسی را عبادت و اطاعت نکنید. و هذا معنی لا اله الا الله. سکنید این معنی چی است؟ لا اله الا الله، لا اله الا تعبدوا الا اياه الا الله. معنای لا اله الا الله را الله در قرآن زیاد بیان میکنه. لا اله، هیچ معبودی نیست در دنیا که اطاعت شود از قانونش و عبادت ذاتش الا الله، بغیر از الله هیچ کسی وجود نداره. هر وقت که گپ گفتی و تعهد با الله کردی باید می تو عمل بکنی. قال ابن قیم رحمه الله تعالی، ابن قیم می فرماید که والنفی المحض ليس توحیدا وكذلك الاثبات بدون نفی فلا يكون التوحید الا متضمن للنفی والاثبات. می نفی محض یعنی که بگیم که لا اله، این توحید نیست، تنها بگیم که
لا هیچ الهی بر حق وجود نداره، توحیده. و کذالک الاثبات بدون نفی، اثبات بدون نفی هم توحید نیست. کسی بگه من الله را عبادت میکنم، یعنی تا که غیر الله را رد نکنه. کسی بگه من از قانون الله اطاعت میکنم، از قانون غیر الله را بگه میکنم، این هم توحید نیست، یعنی هم ایمان نیست. پس توحید نمی باشه مگر متضمن شامل دو چیزه. یکی نفی، اول نفی میکنی معبودای باطله، قوانین های خلاف قانون الله را، نظام های کفری را رد میکنی، بعد از او باز ثابت میکنی عبادت و اطاعت برای الله. معبود فقط یک ذات میدانی، اطاعت فقط از یک ذات الله میکنی. بلکه توحید شامل نفی اثبات می باشه و هذا حقیقت توحید، یعنی می حقیقت توحید است. واقعا که الله تعبد الا اياه، این بسیار مهم است که بغیر از الله هیچ کسی را عبادت نمی کنیم و از هیچ قانون اطاعت نمی کنیم. مسلمان ها اگر فعلا دوستان میتور شود، هیچ ظالمی یا بیدینی نمیتونه که سر از یا حاکمیت بکند. بیدین یعنی کسی دین نداره، دین الله رو نمیخواد، باز بیا سر مسلمان حاکمیت کنه. اما متاسفانه که به میلیون ها مسلمان پیش آدم هایی که به ضد دین الله زنده باد مردباد گفته میرن، زنده باد مردباد گفته. و قولی و بالوالدین احسانا، دیگه قول الله متعال با پدر مادرتان چی کنین؟ احسان کنین. احسان چی معنا؟ میگه و قضا فیصله کردگی سر ربط یعطف است به بالای مو قضا ربک لا تعبد الا بالوالدین. ان تحسنوا بالوالدین، احسان بکنین به پدر مادرتان به احسان کردن. احسان کردن زیاد است که احترامش میکنی. انسان یعنی مادیات ضرورت داره، او را برش میتی. تا اگر مریض مش تداوی میکنی، غذاش آماده میکنی. وقتی که سنش کلان میباشه نمیتونه کارهای خود لباسش میشوی، دیگه گپای خوب میزنی، عقیدش خراب است، عقیدش به نرمی جور میکنی، بسیار بعدا به احترام. این احسان های زیادت، نیکی ها و احسان های مادی و معنوی و اخلاقی. اما کما قضا، یعنی قضا ان تحسنوا بالوالدین احسانا کما قضا بعبادتی وحده لا شریک له. قسمی که الله حکم کرده به عبادت خود که تنها الله را عبادت و اطاعت کنین که شریک ندارد، یعنی شریک با امر الله نکنین دیگه کسی را در عبادت. امی قسم الله حکم کرده که با پدر و مادرتان. ببینین دوستان که حقوق الله از حق الله که عبادت و اطاعت از نظام ازو کنید، دیگه کس نه. یکی حق بنده ها، حق بنده ها در بنده ها که در انسان ها و نزدیکان ما، خویشاوندان ما، رشته دارای ما پدر و مادر است. و پدر و مادر که در حق هیچ کس بالا نیست. کما قال تعالی فی الآیت الاخرى، مثل که در آیت دیگه الله می فرماید در سورة لقمان آیت 14 انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، سپاسگزاری مرا بکو، شکرگزاری مرا بکو. الله میگه نعمتایی که بردم ولوالدی، پدر مادر تا شکرگزار باش، سپاسگزار باش. زیرا او بسیار تو را خدمت کردگی است که در حالت طفلی تو را کلان کردگی است. الی المصیر، الله می به طرف بازگشت شما. یعنی اگر تنها ما را عبادت نکنین و احسان به پدر مادرتان نکنین، به طرف ما میایین. روز حساب است، الله می ما به امرای شما حساب میکنم. دوستا خدمت والدین فرض است، فرض عین است. هر اولاد مکلف است خدمت بکنه و پدر مادر خفه نسازد. امروز متاسفانه که هم اخلاق اسلام هم گفته میشه در افغانستان ما و شما در کشورهای اسلامی خدمت والدین وجود نداره. دو چیزی که عقیده توحید وجود نداره، توحید در عبادت که عبادت تن ذات الله و اطاعت تنها از قانون الله. شاید دیگه قانونا دور شوی، نفرت و بیزاری و برعت بکنی، کسای قانون غیر الله را شعار میته با اونا نفرت داشته باشی، در حزب گروهش داخل نشی. یکی اینی گپ نیست. در مسلمان ها عقیده توحید متاسف اکثریتشانی ندارن. دوم چیز اخلاق ندارن، بد اخلاق هستن. با پدر و مادر ببینید به خشن رفتار، با وجودی که دین یاد میگیره بد اخلاقی میکند، با برادر خود بد اخلاقی میکند، برادر با خواهر خود بد اخلاقی میکند. همین قسم با کاکا، ماما، خاله، عمه، خویشاوندایی که هستند، فرزندای از اونا اخلاق ندارن، با مؤمنین برخورد خوب ندارن. دوستا اینی دو مشکل فعلا وجود داره. یکی عقیده جور شد در مسلمان، دوم اخلاق. همین دو نواقص بوده که اسلام فعلا متاسفانه یعنی پشتش سری نیست. این دو صفت در وجود خود پیدا کنیم. باید
اخلاق معالی باشد، با همه احسان نیکی بکنیم و عقیده ما محکم 100% به الله و نظامش باشد. در این وقت بسیار نرمش داشته باشیم. یه حکم الله سعی کنین حمد بعد توحید خوب محکم است، اما در احسان با پدر مادرش بسیار بده. چرا؟ یک حکم الله را عملی میکنی دیگه چه نمیکنی، چقدر جرم جنایت کلانه. هر حکم الله را جدی بگی، هیچ حکمش دو سستی نکو. پیامبر صلی الله علیه و آله لا تحقرن من المعروف شیئا، از نیکی هیچ چیزی را حقیر نشمار. بعد از این میفرماید الله متعال اما یبلغن، فکر پدر و مادر که جوان باشد، پدر اولاد اطاعتش میکنه، اولاد هر چیزی که فرمان بده کار میکنه. میقسم مادر خب وقت خدمت پدر و مادر وقتی است که او پیر میشه، 70 ساله میشه، 80 ساله میشه، کار کرده نمیتونه، یا 60 ساله میشه، اینی وقت بسیار خدمت اجرا بکنید. میقسم پدر، میقسم مادر تو را زده نمیتونه، پتکه کرده نمیتونه، حوصله‌اش نداره، در این وقت بسیار محتاج میشه، یعنی نیازمند خدمت دیگران میشه. در این وقت باید به رسیدگی کنی. در این وقت باید ببینی که دولت پیری که تمام اولادا فرار میکنه. بچه هم میگه توی را بگو، میگه تو بگی، میگه این بسیار یک گناه است که در این وقت به خدمتش بشه تابت. هر یکی از اولادها در مطابق توان خودان باید خدمت کنند. اما یبلغن، سعی کنین به شرطی که برسن پدر و مادرتان اندکه به نزد تو الکبر در بزرگسالی احدهما، یکی از اینا، یک پدر از پیش تو یا مادر، او کلاهما، یا هر دویشان، فلا تقل لهما اف ولا فلا تقل لهما اف ای لا تسمعهما قولا سیئا. هیچ گپ بد برشان نشنوان. گپ بد را، یک گپ بد، یک کلام بد، یک حرف بد، یک سخن بد برشان نگویی. اف چرا میگه؟ افن یعنی ولا تعفیف الذی ودنا مراتب، همین تعفیف اف گفتنی که پایین ترین مرتبه گپ بد است که اف بگویی. مثلا یک کار میکنه نمیفهمه، یا تو یک کار اف میگه، اف همین گپام نگویی، زیرا قلب از او را هیچ وقت نرنجان. قلب از او نازک میشه و متوجه خودت میباشه، متوجه گپای اولادش میباشه. سعی کنین چقدر این اسلام با پدر و مادر مقام دادگی. مثل کافران نیست که یک روز پدر در سال و یک روز مادر را بگیرن، با دیگه در قصیش نباشن، در کولت خانه و جاری سفید خانه و واره میپرتن. این نظام های کفریه. در اسلام همیشه با خودت باشه و خدمتش بکنی. هر کسی در این دوستا بعضی سنوات مخالفت میکنن، در این جرم داخل هستن، میگه من نمیکنم، میگه من نمیتونم خدمتش کرده، شوهر مجبور میکنه که پدر مادر خود از خود دور بکنه. کل ایجی در گناه داخل هستن. باید خانم هم سنوهایشان بگن نه، پدر مادرت حق داره، ما باید تو یارا خدمتش بکنی، من هم میکنم به اندازه تا اون، پیش خودت باید باشن. افسوس که در یک بخش ایمان ما و شما هستیم، در دیگه بخش یعنی عمل میکنیم، در دیگه بخش بسیار ضعیف هستیم. گپ افام نگو، هیچ سخنی که را خفه میسازد البته ناحق برش نگو. یکی حق است که عقیدهش خراب است یا مشکل داره، عملی را برش میفهمانی، اگر که خفه شوه، اما ناحق گپا را نمیگی. خورم نرم میگی، بیادبانه نی. ولا تنهرهما چه مانا؟ ای لا یصدر من کلمه فیلم، یک عمل قبیح هم از تو صادر نشه. عمل قبیح اوجا قول سخن بد از تو صادر نشه در برابر پدر و مادرت. اینجا لا تنهر شما چه مانا؟ یک فعل بد، کار بد، یک کار بد نشود، یعنی یک عمل نامناسب پیش رویش انجام نده. که عمل نامناسب چی باشه؟ مثلا کما قال عطا ابن رباح، یکی از مفسرین تابعی است، این میگه که فعل بد مثلا لا تنفض یدیک علی والدیک، دستایت و طرف پدر مادرت تکان نتی، که اگه تو دست میزنه یک قسم میکنه، دستک میزنه، سرش پتکه و چتکه میکنه، دست بالا کنینی یا چشمای تا بکشی مثلا، اینی هم عمل بد است. چشم کشی میکنینی، این کار هم نکنی. چرا؟ و به خاطر که باز خفه میشه. خب در دو جمله از این آیت الله متعال از قول بد، سخن بد منع کرد.
می ولما نهوا عن الفعل القبیح والقول القبیح امروا بالفعل الحسن والقول الحسن. حالا سعی کنید هر وقتی الله متعال از عمل نامناسب و قبیح و زشت منع کرد، سخنی که بد است، نامناسب و زشت است، مسلمان ها را منع کرد که در برابر پدر مادرشان سخن بدام نگوین و کار بدام انجام ندین. یک عملی که او خفه بسازه او را امر میکند الله در جمله بعدی به یک کار نیک، یک عمل کرده بسیار زیبا و سخن بسیار زیبا. چی میگه الله؟ و قل لهما قولا کریما، بگو برای پدر مادرتان ای اولادا قولا، یک سخنی را، یک حرف و گپی را، کریما. کریم چی معنی؟ لین، نرم باشد، پاکیزه باشد، خوشحال کننده باشد، با ادب و توقیر و احترام. یعنی گپ مؤدبانه بگو، گپی را بگو که احترام شود. یکم دفعه پیش یک رئیس میشینی، یک استاد کلام میشینی، چقدر با ادب میشینی. این می قسم خوشحال کننده باشد، طیب باشد، گپای نامناسب نباشد. چقدر الله دین اسلام واقعا چقدر زیبا است. در این کارا حتی ثواب است، در ثوابش بسیار زیاده، غیر از اینکه حکم الله است. نه ثوابش حدیث ای بخاری است، پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان شد که ای العمل افضل، کدام عمل افضل است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که الصلاه لوقتها، نماز خواندن در اولین وقت، از اینکه در عمل بالا نیست. بعد از این چیز گفت بر الوالدین، با پدر و مادر نیکی کردن، یعنی گپای خوب گفتن، نرم و با ادب، اعمال خوب انجام دادن. دیگه حدیث هم بیان میشه در خود کتابتان. وفق الله ما جناح الذل من الرحمه، پایین بکوید برای پدر و مادرتان بالهای عاجزی و فروتنی را از مهربانی، یعنی تواضع لهما تواضع، یعنی تواضع بکنی از برای زینا، فروتن باشید از برای زینا. هیچ وقت تو با یک پتک و چتکه نشین که مثل که در برابر اولادت می باشی. این پدر مادرت هر قدر مرتبه داری، علم داری، منصب داری، پول و سرمایه داری، در برابر پدر و مادر باید نرم بشینی. دیره خودت از پدر و مادر الله پیدا کرده، یعنی از او هستی، مالت هم از او. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. و بعد از می قل بگو ای پیامبر، امی مخاطب میگه ای اولاد و پدر و مادرتان چی بگوین؟ دعا کنین در زندگی و بعد از مرگش. رب ارحمهما، ای رب. کی قل بگو؟ یعنی فی کبرهما، در بزرگیشان و عند وفات، وقتی که وفات میکنه. رب ارحمهما، ای رب رحم کو به بالای پدر و مادر ما، کما ربیانی صغیرا، مثل که اینا مرا تربیت کردن در طفلی. در طفلی چقدر سخت است. خب کلشان حق داره مادر نه که به دنیا میاره با یک تکلیف زیاد، باز شیر میده، شب روز در گریانت است و پاک بکو اولاده. همه قسم پدر دیگه با تکلیف است که نان بیار برش، لباس بیار برش، تا اینکه 7 ساله و 8 ساله میشه و متوجهش باش. نه تا اینکه 14 15 میشه، تا اون وقتی را متوجه اولاد نباشی و بیراه میره. مثل که اینا مرا تربیت کردن، یعنی توجه کردن به ما در طفلی ما. همین قسم به امروز اینا نیکی بکو، یعنی خودت هم نیکی میکنی، الله را برش دعا میکنی که الله سر پدر مادر ما رحم بکو، از مصیبت ها و گپا نجات بده. و دعای اولاد در حق پدر مادر چی میشه؟ قبول میشه. دعای اولاد در حق پدر مادر اینطور نیست که دعایش قبول نشود. خب اینال بعد از این میفرماید الله متعال دیگه احادیث زیاده است. خب در احادیث وقت ورد فی بر الوالدین حدیث که در نیکی کردن با پدر مادر بسیار احادیث. بعضش از آورده الحدیث المروی من طرق عن انس و غیری، از انس و غیره صحابه آمدگی به درجه حسن میرسه حدیث که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما صعد المنبر، رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که بلند شد در منبر، قال میگفت آمین آمین، یعنی یا الله دعای ما قبول کن، یا الله دعای ما را قبول کن، یا الله ادوار قبول کن، یا الله ادوار قبول کن. همین چی معنی؟ استجب دعانا. فقالوا گفتن، میگه صحابه گفتن یا رسول الله، ای رسول الله، علی ما آمنت، بچه چیست آمین گفتی؟ کی دعا کرد که گفتی آمین؟ قال گفت که پیامبر میاتانی جبریل فقال یا محمد، میگه گفت جبریل پیشم آمد، گفت ای محمد. جبریل و بهترین ملائکه پیشم آمد، گفت ای محمد. رغم انف امرئ ذکرت عنده فلم يصلي عليه قل آمین، فقلت آمین. ثم قال رغم انف امرئ دخل إليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمین، فقلت آمین.
ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه وحدهما فلم يدخله الجنة قل آمین فقلت آمین. سعی کنین میگه جبرئیل پیش ما آمد گفت ای محمد خاک آلود شود بینی آن کس، خاک آلود یعنی تباه شود هلاک شود، آن شخص ذکر عنده که تو یاد شوی به نزد از او یا نام تو گرفته شود باز فلم یصلی علیک درود نگوید. این حتی بدترین بخیل هم گفتگیست. هر وقت پیامبر صلی یاد میشه دوستا بگن صلی الله علیه و سلم. یک بار خوب ضرور است بعد از اینکه باز هر بار بگوی بسیار ثواب داره. در هر درود 10 رحمت الله به بنده خود نازل میکنه. گفت سعی کنین خاک آلود شود کسی که بینیش که نام تو یاد میشه پیش از او ولی او درود نمیگه. قل آمین میگه. گفت بگو آمین میگه. من گفتم آمین یا الله دوباره قبول کن. کسی که درود به پیامبر نمیگه. ثم قال رغم انف امرئ خاک آلود شود هلاک شود بینی آن شخص داخل علی شهر رمضان که داخل میشه به والد شهر رمضان. این دوستا شهر رمضان هم دیگه نزدیکه، یک 10 روز ماندگی آمادگی های زیادی بگیریم. میگه رمضان آمد ثم خرج بعد بیرون شد ولم یغفر له برازی بخشیده نشد، یعنی روزه را صحیح نگرفت، عبادت نکرد، از گناه ها دور نشد، این هم تباه و هلاک شد. الله نجات بده. دوستا به رمضان بسیار آمادگی بگیریم. قل آمین بگو آمین میگه. فقلت گفتم آمین که روز رمضان آمد و بخشیده نشد ایرا الله تبارک کن. ثم قال رغم انف امرئ ادرک ابویه خاک آلود شد بینی آن مسلمانی که پدر و مادر خود پیدا میکند یا یکی از اینا را در کلان سالی فلم یدخله الجنه داخل نمیکنه نیره جنت، یعنی خدمت نمیکنه که در جنت بره. واقعا خدمت والدین الله سبب دخول جنت بسیار نعمت کلان است. الله ما شما رو ببر. الله توفیق بده که به پدر و مادر خدمت کنیم. قل آمین بگو آمین فقلت آمین میگم. من گفتم آمین یا الله این دعای ما را هم قبول بکو. این حدیث دوستا بسیار کسا این حدیث نقل کردگیستن. امام بزاز آوردگی سیره دیگه، شواهد امام بخاری در ادب المفرد آوردگی، ابن خزیمه، ابن حبان و غیره و در حدیث هم حسن میگن. خب یعنی از جمله اقسام حدیث صحیح است. دوم حدیث است که صحیح من هذا الوجه قال عماد بن کثیر این محدث میگه صحیح از ازمی جهت، یعنی هم به درجه صحت میرسه. یعنی ضرور است که ما و شما به این عمل بکنیم. خب وروى الامام احمد من حدیث ابی هریره رضی الله عنه النبی صلی الله علیه وسلم میگه امام احمد ابن حنبل که جمله ائمه یک مذاهب هم است که فعلا برش مذهب جور کردن مردم، از حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنن النبی صلی الله علیه و آله رغم انف ثم خاک آلود شود بینی آن شخص بعد گفت خاک آلود شود بینی رجل مردی که ادرک والده پدر و مادر خود پیدا میکنه احدهما یکی دیاره و کلا یاردوشه، یعنی پیش شخص پدر و مادرش، ثم بعد از لم یدخل الجنه یا لم یدخل داخل جنت نمیشود، یعنی خدمت نمیکنه که سبب دخول جنت شود. خب امام ابن کثیر میگه از این جهت صحیح است به این وجه که بیان شده گید. فکر کنین پدر و مادر خدمتش دوستا سبب دخول جنت است. به می خاطر هر قدر اسلام یاد بگیری و عمل بکنی همان قدر انسان اخلاقش خوب میشه، عقیدهش خوب میشه. و ابی بکر رضی الله عنه قال ابو بکر رضی الله عنه می فرماید که خب ابی بکر هم صحابی جلیل قدر است. ابو بکر نفی ابن حارس پدرش حارس نام داشت و ای هم در سال 52 وفات کردگی است، 52 هجری. این میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الا انبئکم باکبر الکبائر، شما را خبر نتون با بزرگترین گناهایی که از جمله گناههای بزرگ، یعنی از جمله گناههای بزرگ و کبیره بزرگترین گناه را براتان نگویم کدام است؟ صحابه میگفتن کلان گناه را براتان نشان ندم که از دور شوید؟ قلنا میگه ما گفتیم بله یا رسول الله، بله نشان بده ای رسول الله. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام از بزرگترین گناه؟ قال میگه گفت الاشراک بالله، شرک با الله. دیدین دوستان قبلا بیان کردیم شرک یعنی ضد توحید عبادت، تنها از نظام الله اطاعت نکنی، دیگه کسا اطاعت کنی، تنها الله را عبادت نکنی، دیگه کسا را بکنی. شرک از شرک در گناه کلان، ان الشرک لظلم عظیم. الله میگه بزرگترین ظلم جنایت از شرک کردن که الله تو مشرک اگر توبه نکنه ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله شرک نمیبخشه.
و پسان درباره شرک هم گپ میزنیم. و حقوق الوالده اول شرک است، از اینکه در گناه کلان نیست. حالا یکم تا میگه شرک نگو، شرک نگو، این انسان تباه میشه، عملش برباد میشه. شرک سعی کنیم پیامبر سلام در گناه اول شرک گفته، میگه کسی شرک گفتی وابی است. پیامبر هم علیه بالله وابی میگی، این پیامبر میگه که شرک در گناه کلان نیست، از شرک مردم بترسانی. دوم سعی کنین امت خود از شرک ترسان، تا هم بترسان، بگو این شرک است، کفر. و حقوق الوالدین، دوم سعی کنین بعد از شرک چی است؟ حقوق نافرمانی والدین. در وجه در قرآن دیدین که اول چی بود؟ توحید در عبادت بود، بعد از اون خدمت والدین. آل کلانترین گناه چی است؟ در نیکی ها اول امی توحید در عبادت که الله را تنها عبادت کنی، بعد از خدمت والدین. اول ایمان است، پس خدمت والدین. در گناه ها اول شرک است، بعد از اون چی است؟ نافرمانی. نافرمانی چه معنی؟ حقوق یعنی ضرر رساندن به والدین. در حقوق والدین دوستا این نیست که او بگه عاقت کردیم، نه، عاق به زبان امی پدر مادر خفه ساختی، بعدی که حتی او تو را خفه شد، یعنی می در حقوق داخرت نه حق، حتی خفه میشه که بدوایت میکنه، نه، تباه و برباد شدی، کلان گناه را مرتکب شدی. نافرمانی پدر مادر در امور حق گپش نمیگیری، برش ضرر میرسانی. اصل حقوق به معنی ضرر رساندن است، تکلیف رساندن است، بنا خفیش میسازی، آزردیش میسازی، جگرخونش میسازی. این دوم گناه کلان است. حتی کسایی که پدر مادر در دنیا خفه ساختن، اونا بدوا کردن، باید الله در دنیا یار جزا دادگیست. و کان متکئا میگه مثلا تکیه کرده بود فجلس ششت، اول تکیه بود بعد در جای خود ششت. فقال فعلا و قول الزور، خبردار سخن دروغ یا سخن شرک، سخنهای کفر. قول زور سخنهای کفر هم میگه، سخن شرک هم میگه، دروغهای شاخدار هم میگه که بر مسلمان ضرر میرسانی. حالا عجیب با گفتی بعد از این است که سخن دروغی که به مسلمان ضرر میرسانه، سخن کفریات شرکیات نگوی. علا و شهادت، خبردار شاهدی دادن به دروغ یا به کفر شرک یا به دروغ شاهدی میتی. ما شما به می که باید جای کسی میگه بیا شاهدی بتینی که به حق بگو، باید حق بیان کنی. نه حق شاهدی دادن مثل که به کفر شرک یکم تا شاهدی میتنی. فما زال یکرر، همیشه بود پیامبر تکرار میکرد دیگه به خدا علا و شهادت زور. حتی قلنا میگه ما گفتیم صحابه لیت و سکته، کاش که آرام شود، یعنی چوب شود. رواه بخاری مسلم، امام بخاری مسلمی را در بسیار در چندین جای نقل کرده گیر، یعنی قوی ترین حدیث و صحیح ترین بعد از قرآن صحیح ترین کتاب ما شما چی؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم است. خب امام بخاری و امام مسلم قبلا ما شرح زندگیش بیان کردیم. و عن عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالدین و سخطه فی سخط الوالدین. رواه الترمذی و صحیح ابن حبان و الحاکم. سيكون عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه کی بود؟ عبد الله ابن عمرو یا صحابی جلیل القدر است. این هجرت کرده و پدرش پیش از فتح مکه به مدینه آمدن و نوشته میکرد پیامبر سم حدیث در سال 65 هجری در مصر وفات. یکی از صحابیایی بود که حدیث نوشته میکرد، دیگران را پیامبر سم منع کرد که را مانع نشد. حدیث هم حفظ میکرد، هم نوشته میکرد، یعنی بسیار در علم حریص بود. دوستا نوشته کنین، بخوانین، تکرار کنین علم و برای عمل اولاد یاد بتین، مسلمانان را برسانین حقا. عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما الله عز وجل پدرش راضی شد، پدرش بسیار حتی امیر پسان ولی مصر شده بود. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم که رضا رب، راضی شدن رب در رضا فی رضا و در راضی شدن پدر مادر است. یعنی پدر مادر اگر در کارهای نیکت خدماتت راضی شد، بفهمی که رب راضی شدگی است. یعنی اینقدر خدمت بکو که او خوشحال شود، راضی شود، تا که الله پیشت راضی شود. رضایت پدر مادر در ناحق نه که در گناه بگه سود بخو، قمار بزن، برو به ما پیسه بیار تو بگو باش پدرم راضی شود. نه، در گناه اطاعتش کفر شرک است. در آیات ها بسیار احادیث آمدگی است. پس در کارهای حق، در گپای حق رب پدر مادر تا راضی بساز، خدمات بکو برش. و سخطی و غضب شدن پدر مادر، خفه شدنش در سخط چیز در است، غضب شدن پدر مادر است. یعنی سخط رب، خط یعنی قهر شدن الله، غضب شدن الله در چی است؟
در قهر و غضب پدر مادر است. یعنی اگه پدر مادر خفه شد، غمگین شد، جگرخون شد، قهر شد، الله هم قهر میشه. یعنی ناحق پدر مادر خفه ساختی. یکی حق است خب برش میگی دین نمیفهمه و خفه میشه و گپش جداست، در او گپی نیست، او را خود بان خفه باشه در گپ، اما او را با ادب احترام. یکم تا بی ادب پدرش دین نمیفهمه کمی خودش در توحید یاد گرفت چند روز و پدرم میگه که پدر کافرک هستی تو، پدر جان تو پدرم نمیگه پدر جان تو کافر هستی، تو هیچ چی میکشی سرش میکنه. این قسم نکنین برخورد. الله میگه در سوره قرآن و صاحب ما فی دنیا معروف، در دنیا به امرش نیکی بکن، اگه کافر هم از خدمتش بکنی در دنیا بسیار با احترام گپ بزن. رواه ترمیزی، ایره امام ترمیزی و ابن حبان و حاکمی رسایی گفته است. خب امام ترمیزی را خو شرح زندگیش است که حافظ بود، بسیار حدیث حفظ داشت. ابو عیسی محمد نامش بود، فرزند عیسی. ابو ابن ثورت سلمی الترمیزی الضری صاحب سنن ترمیزی که دمی شهرهای ازبکستان است، صاحب سنت ها بود. والد شدگی در سال 209 هجری به دنیا آمد، در قرن 3 اوایل قرن و توفی سنه 279 در 279 هجری در آخر قرن 3 دنیا رفتگی است. از جمله چی است؟ نمای قرن 3 است. محدث بود، بسیار خدمت کرده سیام بدین الله. حدیث به ما شما رساندگی به کل امت، حدیث پیامبر رساند. کتاب نوشته کرد، کتابش دست داده میشه، کتاب سنن ترمیزی. خب ترمیزی این حدیث نقل کرده است و ایران بسیار میگن که با دلایل و شواهدش هم به صحت میرسد. و عن ابی سعید سعیدی ابن اسید الساعدی رضی الله عنه، ابن اسید الساعدی رضی الله عنه ای هم خب ایره گفتیم که ابن حبان حاکم امام حافظ محدث بود و ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن حمدویه از نیشاپور بود، امیسای خراسان زمین مشهور به حاکم. صاحب مستدرک کتاب حدیث داشتیم و در سال 321 هجری در اوایل قرن 4 یا عالم قرن 4 تولد شدگی و در سال 405 یعنی آخر قرن 4 و اوایل قرن 5 از دنیا رفتگی است. خب ابن اسید ابو اسید الساعدی نی اسید الساعدی که است ای کی بود؟ ای صحابی جلیل القدر است، مالک ابن ربیعه. ابو اسید الساعدی مشهور بود به کنیش، یعنی ایرا ابو اسید میگفتن. در جنگ بدر شرکت کردگی است و مردگی در سال 30 هجرت. بعضی ها میگه که در سال 60 وفات کردگی 60. آخرین کسایی است که از اهل بدر دنیا رفتگی است. خب صحابی بسیار جلیل القدر، مجاهد، محدث. ابو اسید سعیدی رضی الله عنه قال میگه بین در ارتباط حقوق والدین گپ میزنه، حدیث نقل میگه بین نحن جلوس عند النبي صلی الله علیه وسلم جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقى من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما. سیکنین ابو اسید سعیدی میگه که ما ششته بودیم، میگه پیش پیامبر زیاد صحابه کوشش میکرد پیش پیامبر بشینه. دوستا اگر میخواین علم یاد بگیرین بسیار با علما بشینین، پیش عالم برین، از او گوش کنین، درس میته. حتمی عالم یک درس داره. میگه پیش پیامبر میشتیم که یک چیزی به ما دین بیان کنه. کسایی واقعا علم نکردن، مدرسه نخوندن، خب با علما ششتن. والله از بسیار علما که علم دارن، زیاد پیش علما ششتن، در درسایشان شرکت کردن. درسا را بشنوین. همیشه با اهل حق باشین، علمای اهل حق باشین، الله علم براتان میده. میگه ما 6 تا بودیم پیش پیامبر که یک مرد آمد از بنی سلمه. صحابه بسیار ادب داشتن، خودشون سوال نمیکردن، انتظار میبودن کسی بیا سوال کنه و اینا یک علم یاد بگیرن، یک دین یاد بگیرن، یک چیز یاد بگیرن. میگه که این که آمد گفت یا رسول الله، ای رسول الله، می نفر از قبیله بنی سلمه آمد. هل بقا من بر ابویشن، چیزی باقی ماند از پدر نیکی کردن با پدر و مادر، ما یک چیزی ابرهما بعد موت ما، که من نیکی کنم با پدر و مادر بعد از مرگ. سعی کنین
این مسلمان از بنی سلمه شنیده بود که با پدر مادر نیکی قصاب داره. پشت صحابه بسیار میگشتن دوست. حال ما شما پشت صحابه نمیگردیم نی. بعضی جاهلای بیدینا میگن اقا ثواب بان ثوابه نی. این آمد که فال پدر مادر وفات کرده، بعد از این دیگه کدام ثواب بس که ما بکنم سعی کنیم اگه هست بگو که بعد از مرگش چی کار کنم. پیامبر صلی الله علیه و گفت نعم بله الصلاة علیهما والاستغفار رحمت، یعنی رحمت به بالای از اینا فرستادن، یعنی دعای رحمت کردن و دیگه صفتش کردن. نه صفت پدر مادر تا خوبیایش بیان بگو، یعنی صلات یعنی به نیکی یاد کردن. پدر مادر تا به نیکی گفت یاد کو پدر مادر تا صلات میره میگه دیگه چی، یعنی دعا بکو برش. صلات به نیکی یاد کردن و دعا کردن. دعا واقعا به پدر مادر خوب میرسه، ده اتفاقه. و استغفار به طلب بخشش خواستن از بری یا الله مغفره و ارحمه، یا الله پدر مادر الله مغفر لی ولی والی، یا الله مرا بخش پدر مادر مرا بخش. یعنی این دعا را کردن، دائم به پدر مادر دعا بکوی، الله برات ثواب میده. سک الله برات ثواب میده. و انفاذ عهده ما من بعد، کدام تعهدی که داره، کدام وصیتی داره، بعد از او را نافذ بکو. مثلا گفته تابعدار باش دین الله، او را عملی کو. کدام وصیتی کرده گیست نی او را عملی بسا. وصلت الرحم دیگه خویشاوندی را وصل بکو. التي لا تسلم که او وصل نمیشه مگر به سبب از اینا. یعنی چی معنا؟ با خویشاوندای پدرت، مثلا کاکا هست نی عمه با فرزندای زونا، با وکلانت پدر، با خویشاوندای پدرت خوب نیکی و احسان بکو. اگر که پدرت وفات کردگی و اکرام صدیق معزت کردن دوستای پدر مادر. مادرت یک دوست داشت میامد خانه، بعد از اون نیکی که پدرت داشت، این تو نگه که حال پدر وفات کرده دیگه شما چی میکنین در خانه ما میایین. این حدیث امام ابو داود و ابن ماجه نقل کرده است. احادیث در این باب میگه بسیار زیاد است. دیگه دوستا سعی کنین که حتی بعد از مرگ هم با پدر مادر احسان و نیکی است. دیگه الله به ما شما توفیق بده که عمل بکنیم. امروز درس ما مقدر بس است که توحید در عبادت ها بیان کرد و خدمت به والدین، این با بنده های الله که از جمله پدر و مادر است و خویشاوندای پدر و مادر است. خویشاوندای از برای احسان کردن. حال مردم ما شما با پدر و مادر و خویشاوندایش که از پدر و مادر خیر با خویشاوندای از یک رقابت نامشروع داره، توربور میگه و دازاده و چی. الله ما شما را اصلاح کنه و خود ما اراده بکنیم که خود اصلاح بکنیم، کار بکنیم سر خود. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.